دولانگویم از چازند بریادم ای مردمی تا جگرس بردادم دیوی نوبتی خود را پیشنهاد شما میسازیم از جدمم نوری غفور. ما برای شما ولاسپد ماشین های میدان نمیمونیم، دو تا دولان میمونیم که میبینه بعد از آن راحت میکنه. پیش از اون که راحت کنه اول ویدیو رو تماشا کنه، یک لایک سیلکش و رو دروی دولان خربه راهی سازید. رفتیم. میدانم که دلت میکشد بر دولم این مرخشم میخواهی فهمی یک بار زنگ زن. برادرای عزیز، بر مبارکبادی ماه شریف رمضان یک تخفیف گیزاله پیشنهاد شما میسازیم. یعنی چی است؟ کسی که در همین ماه شریف رمضان از جدمم نوری غفور دولانها خریداری میسازه یا زکات میکنه، 8 دانه بالون کریرنی که ارزشش از $1000 بلند است تحفه میگیرد. هوپا، باری اول در تاجیکستان دولان رو پیشنهاد شما میسازیم که خودتون حیران میشوید. برای چی؟ همه نمودی دولان هایی که می آوردیم پیش این درازی کوزوفشان با 5 و 80 یعنی 5 متر و 80 سانتی متر برابر بود. لیکن همین دولانی که در اینجا میبینید فرق کننده است. درازی کوزوف در بر میگیره 6 متر و 20 سانتی متر رو. لوبای تاجیکستان را اگر سراغ کنه رنگ این دولان نمیابد بجز از کمپانی جدمم نوری غفور. این رفتیم دبی. برادرای عزیز، همین دولانی که من در پیشش ایستادگی هستم از شکل دولان هایی که گفتیم درازی کوزوفش برابر با 6 متر و 20 سانتی متر می باشد. برتریتش در چی است؟ محصولات هایی که مثلا آرماتور میکشد، تخته میکشد، درازی آن همه محصولات ها اگر با 6 متر برابر باشد، ما برای که آن همه محصولات شما پوره در داخل کوزوف غنجک و یگان نمودی میشد با دیگرها نسازد، به همون خاطر این کوزوف رو 6 و 20 کردیم، یعنی که 6 متر و 20 سانتی متر. مردمی ولایت ختلان، سوخت، بدخشان، عموما جمهوری تاجیکستان، این ویزوی ما چیست برای شما؟ برای چی برای شما؟ با اون خاطره که همین دولان هایی که ما پیشنهاد شما میسازیم چیست از دست اول از جدمم نوری غفور پیشنهاد شما میگردن بدون یگان میانه رفت. برادرای عزیز، همین دولان هایی که ما میبیاریم سبورکا نیستن، چیست از زواد از دست اول میبیاریم. مثال بعضا نفرها کوزوف از دیگر جا صبران میکنن، بالون از دیگر جا صبران میکنن، اما هر کار میکنن. خدا شاهده که همین محصولاتی که ما واردی تاجیکستان میسازیم چیست از خودی زواد میبیارن. ما برای استفاده کردن همین تمغه فراموش نکنه که در جمهوری تاجیکستان دارای سرتیفیکاتی مخصوص میباشیم که اکثریت کمپانی هایی که همین نمود محصولات ها رو وارد میسازن نیستن. برادر عزیز، ای برادرای عزیز، اینا هوزی همین چیزی رو که شما دیده اینا پادوسنوی میگن. در دیگر دولان ها یک تا سیلیکون میرود، لیکن از حساب اینه که ما گفتیم که کوزوف درست کردگی هستیم، این دو جا پیوستی داره، یعنی به خاطر که آنها برای کشیدن بار قوت کند. غیر از این حساب دراز بودن کوزوف. خریدارانی که از شرکت ما به واسطه دولان ها خریداری میسازید، به خاطر اونه که شما اعتماد و باوری خاصه نسبت به شرکت ما پیدا سازید، ما در شما سرتیفیکاتی که
استفاده برنده اساسی آن نماینده شرکت شگمات در تاجیکستان دانسته میشویم ما هستیم. دیگر در تاجیکستان یگان نفر دیگر بودن نمیتواند. غیر از این شما اگر دولان ها رو خواهید که موتور پرستور یا انژکتور کوزوف چه خیلی میخواهید ما به خواست دل شما در دوام 45 روز پیشنهاد میگردانیم. به خاطر آنه که کاری ما پیش نیز رود در آخر برای شما یک دو بیته میگم گوشاتون بجنبد. این چیه؟ بند دل یار از کاغذ شیر میشد. به دولن ما کار شما دیر میشد. خیر.